روزهای اخیر اسرائیل باز هم بیشتر از تغییر حاکمیت در سوریه به ترس واهمه افتاده است و فکر میکند که از جانب حکومت نوی سوریه به او خطر وجود دارد و برای همین اسرائیل حمله های خود به سوریه را ادامه میدهد. صبح دیروز هواپیماهای اسرائیل به جنگل‌های جبیلیه در غرب ولایت درعا حمله کردند. نرجو السلام للجميع لا اله الا الله. یک دو روز پیش هواپیماهای جنگی اسرائیل بناهای یک مرکز علمی را در دمشق بمباران کردند. به گفته الجزیره که از یک منبع نظامی نقل کرده است، هواپیماهای اسرائیل به فرودگاه نظامی تیچور که در بیابان هومس جایگیر است حمله کردند. مطار حماه الله اکبر. رادیوی اسرائیل خبر داده است که حمله های هوایی به شهرهای دمشق و حما که شب گذشته صورت گرفتند علیه ترکیه بودند. در همین حال TRT نیوز خبر داده است که وقت اسرائیل میخواست منطقه های اشغال کرده اش را در جنوب درعا وسیع کند با مقاومت مردم محلی روبرو شد. از بس که مردم سخت مقابلت کردند، نیروهای اسرائیل مجبور شدند که از آنجا برگردند و تانک‌ها و ماشین‌های حربی خود را از منطقه برآورند. وزارت اخبار عامه سوریه خبر می‌دهند که گروه نظامی اسرائیل به دام افتاده هنگام کوشش پیشروی به آنها حمله شده است.